گریه‌های منیژه جمال به خاطر اجمل حقیقی. اجمل حقیقی در کشور پاکستان ازدواج کرد. همسر اجمل حقیقی کیست؟ اجمل حقیقی چرا با منیژه جمال دیگر رابطه‌ای ندارد و اخراج منیژه جمال از چینل یوتیوب اجمل حقیقی؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اجمل حقیقی مدل موفق افغان یکی از چهره‌های رسانه‌ای مشهور در میان جوانان افغانستان بوده است. چهره اجمل حقیقی در میان مردم افغانستان بالخصوص جوانان افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را داشت. اجمل حقیقی اولین مدل افغانی بود که مدلینگ خیابانی را در افغانستان رایج ساخت. وی برنامه‌های مدلی و هنری در داخل و خارج از افغانستان بیشمار برگزار می‌کرد. اجمل حقیقی در افغانستان برندی از لباسهایش ساخته بود. وی اولین فرد افغانی بود که دوباره فرهنگ زنده‌سازی لباسهای افغانی را برای مردم خارج نمایش میداد. اجمل حقیقی دختران و پسران فراوان نزدش کار میکرد. وی چینل یوتیوب شخصی هم داشت و برنامه‌های امروزه در چینل یوتیوبش نشر میکرد. اجمل از طرف گروه استخبارات طالبان به دلیل اهانت به قرآن عظیم پاک برای مدت 6 ماه زندانی شد. اجمل حقیقی اکنون در کشور پاکستان زندگی می کند. وی با دختر خانم پاکستانی ازدواج کرده است که این کار وی باعث قهر و خشم دوست و همکارش منیژه جمال شده است و به همین خاطر منیژه جمال از چینل یوتیوب اجمل حقیقی اخراج شده است. معلوم نیست اکنون منیژه در پاکستان مصروف چی کار باری است و گریه‌های عجیب و جنجالی منیژه جمال در صفحات مجازی همیشه باعث نقد و نظر فراوان وی می شود. ولی هر جوان خودش می داند و زندگی شخصیش. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزانم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درود دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.